روزی رستم هوای رفتن به شکار کرد و با رخش به سوی مرز توران رفت. پس آنجا را پر از گور دید. گور را بر آتش گذاشت. پس از صرف غذا و نوشیدن آب خوابید و رخش را در دشت رها کرد تا او نیز تنی بیاساید. چند تن از سواران ترک رخش را دیدند و او را دنبال کردند. رخش دوتا از آنها را با لگد کوبید. پس آنها با کمند گردن او را به بند آوردند و به شهر بردند. وقتی رستم برخاست و رخش را ندید غمگین شد و پیاده به سوی سمنگان که در آن نزدیکی بود رفت تا مگر نشانی از او بیابد. خبر به شاه سمنگان بردند که رستم خشمگین از گم شدن رخش به سمت ما می آید. شاه سمنگان به پیشوازش رفت و به گرمی از او استقبال کرد. رستم گفت: رخش را در اینجا گم کردم. اگر او را بیابی پاداشت میدهم، وگرنه سر از تن بزرگانت جدا خواهم کرد. شاه گفت: خشمگین مشو و مهمان من باش. رخش پنهان نمی ماند و ما او را پیدا می کنیم. شاه او را به کاخ برد و از او به خوبی پذیرایی کرد. خبر آمدن رستم به سمنگان در همه شهر پیچید. وقتی شب شد و همه خوابیدند، شخصی با شمعی خوشبو و خرامان به بالین رستم آمد و پشت سرش ماهرویی چون خورشید تابان بود. رستم از دیدن او شگفت زده شد و از او پرسید: نامت چیست؟ این موقع شب اینجا چه کار داری؟ من تهمینه دختر شاه سمنگان هستم. در بین شاهزادگان کسی همتای من نیست. کسی تا کنون رخ مرا ندیده و صدایم را نشنیده است. من درباره شجاعت و جسارت تو زیاد شنیدم و حالا تو را اینجا یافتم. چون شیفته تو شدم، اگر تو بخواهی من از آن تو هستم و میخواهم فرزندی از تو داشته باشم و اینکه تمامی سمنگان را میگردم تا رخش تو را پیدا کنم. وقتی رستم زیباروی پرخردی چون او را دید، از موبدی خواست تا او را از پدرش خواستگاری کند. موبد نزد شاه رفت و از دختر او برای رستم خواستگاری کرد. شاه سمنگان شاد شد و پذیرفت آنها ازدواج کرد. وقتی صبح شد بر بازوی رستم مهره‌ای قرار داشت که آن مهره را در همه جهان می شناختند. آن را به تهمینه داد و گفت: اگر فرزندمان پسر شد آن را به بازویش ببند و اگر صاحب دختری شدیم آن را به گیسویش ببند. سپس از او خداحافظی کرد و به سوی شاه سمنگان رفت. پس او مژده داد که رخش را یافته است. رستم سوار رخش شد و شاد و سرحال به سوی ایران و از آنجا به زابلستان رفت. از این ازدواج تهمینه پسری به دنیا آورد. روزی نزد مادر رفت و گفت: پدر من کیست؟ اگر کسی بپرسد چه پاسخ دهم؟ تو پسر پهلوان پیلتن رستم هستی و از نوادگان ساموزال می باشی. نامه ای از رستم به او نشان داد با 3 یاقوت درخشان و 3 کیسه زر که پدرش در زمانی که او به دنیا آمده بود فرستاده.
تهمینه گفت: افراسیاب نباید در این مورد چیزی بداند، زیرا او دشمن پدر توست و اگر هم پدرت بداند که تو چنین یلی شده ای، تو را نزد خودش میبرد و من از دوری تو ملول میشوم. این سخنی نیست که آن را پنهان کنم. تو نباید این را پنهان میکرد. اکنون من از ترکان سپاهی آماده میکنم و به ایران میروم و کاووس را از تخت به زیر میآورم و توس و گرگین و گودرز و گیو و نوذر و بهرام را نابود میکنم و بعد رستم را به جای کاووس مینشانم. سپس به توران رفته و افراسیاب را به زیر میکشم و تو را بانوی شهر ایران میکنم. سپس خواست اسبی پیدا کند که تهمینه به چوپان گفت: اسبان را بیاور تا او یکی را انتخاب کند. اما هر اسبی می آوردند تا به تحمل دست سهراب را هم نداشت. یکی از دلیران آمد و گفت: من کره‌ای از نژاد رخش دارم. سهراب آن اسب را آزمایش کرد و انتخاب نمود. سپس نزد شاه سمنگان رفت و از او کمک خواست و او نیز هر چه خواست به او داد و مجهز روانه اش کرد.